بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ امروز 18 تیر 1404 هستش. کارگرامون همه رو بردن. حدود 58 تا کارگر افغان داشتیم. افغانی ها رو اومدن بردن، دیپورتشون کردن. میبینیم که کاملا خالی هستش کارگاهمون. هفته قبل ما رفتیم چند تا کارگر ایرانی آوردیم، بچه شهرستان بودن. آقا ما اینا رو آوردیم اینجا که مشغول کار بشن. بعد شب که موقعی که میخواستیم بریم در رو قفل میکردیم، اما شرکتی که بغل کارگاه ما هست کارگراشون به ما گفتن که شما نیستید. آخر شب از اینجا این آلومینیوم ها رو میبینید، پلنت، اینا رو از دیوار میندازنشون اونور و از اونورم کارگرای یه شرکت دیگه یا دوستاشون هستن نمیدونم میان و اینا این آلومینیوم ها رو میبرن، با موتورم میان میبرنشون. و میخواستم بگم که آقای مسئولی که شما افغانی ها رو دیپورت میکنید، میشه به ما بگید حالا وظیفه ما چیه؟ اینجا چیکار کنیم؟ ما باید چیکار کنیم؟ آیا ببندیم بریم و مدت 40-50 ساله که ما این شرکت رو داریم، آیا باید ببندیم درش بریم؟ ما نمیدونیم الان چیکار کنیم. دقیقا من حدود 15 روزه که همینطوری موندم اینجا بلا تکلیف. هیچ کارگری هم نیست. اون کارگران هم که دزد از آب در اومدن. افغانی میاریم دیپورت میکنیم، افغانی میاریم رد مرز میکنیم، ایرانی میاریم، بچه شهرستانی میاریم، وسایل شرکت رو میدزدن، کارگاهمون رو خالی میکنن نصف شب. ما بالاخره باید چه گویی بخوریم بالاخره؟ آخر کلی بدهی آوردیم، کلی اینجا الان کلی چک دارم. من به خدا کلی چک دارم، نمیخوام گریه کنم، مرد نباید گریه کنم، اما خدا وکیلی دارم گریه میکنم. کلی الان بدهی آوردم.